ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳод мегардад. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии ҷамъияти соҳамии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик дидан намуданд. 9 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии ҷамъияти соҳамии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик дидан намуданд. طبق نقشه ساختمانی کارهای ساختمانی کارخانه مذکور در دو مرحله جریان میگیرد. مرحله اول 1 اپریل سال 2025 آغاز گردیده بود. در این مرحله استحصال کنسنترات آهن و آکاتیش به راه مانده می شود و آن ماه سپتامبر سال 2027 به انجام خواهد رسید. مرحله دوم باشد سال 2029 به اتمام رسانده شده. در جریان آن استحصال بریکت های آهنین 90% بلومز و آرماتور به راه مانده می شود. صنعت اکنومی با صورت کشور یکی از هدفهای استراتژیکی جمهوری توجیکستان بوده. تحت رهبری خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری توجیکستان محترم امامعلی رحمان با نتیجه‌های نظررس عملی گردیده شده است. یکی از چنین نشانه‌های معاصر صنعتی کمینات متالورژی توجیک میباشد. در این کارخانه تمام سلسله‌های استحصالی از استخراج معدن آهن، غنیگردانی، استحصال پلیت تا محصولات‌های نهایی ساخته به استفاده داده می شود. در برابر این تکنولوژی پیشرفته ترین امکان می‌دهد که از گرمی و پرتاب‌های استحصالات تا 90 مگاوات نیروی برق استحصال کرده می شود که در این تجربه معاصر ثمره‌ناکی استحصالات را بلند برداشته به ذخیره‌های انرژتیکی و حفظ محیط زیست مساعدت می‌نماید. در این کارخانه باشد زیاده از 8-9 فیلترهای کلان که برای تازه نمودن افلاسی ها نصب کرده شده است. کارخانه مذکور در داخل کان معدن آهن شاه قدم بنیاد می‌یابد. در مورد گذراندن کارهای آموزشی گیالوگی علاوگی از جانب شرکت وودی استرالیا در 3 قطعه کان معدن آهن شاه قدم یعنی مرکزی، شرقی و غربی تحقیقات گذرانده شده. ذخیره های کان تا به امروز 59 میلیون تن تصدیق کرده شده است. مقصد بازدید ما از این کارخانه عظیم و بی‌نظیر صنعتی در تاجیکستان عبارت است از بها دادن پیشرفت کارها در دایره این لایحه. همگی 1 سال پیش لایحه مذکور آغاز گردید و در دوام 1 سال ما دیده میتوانیم که چگونه پیشرفت در اینجا شده است و در نظر داشته شده است که در دوام 1 سال آخر استحصال محصولات شروع می‌گردد. ما امیدوار هستیم که لایحه مذکور برای اقتصاد تاجیکستان و در مجموع برای اقتصاد منطقه اهمیت استراتژیک خواهد داشت، برای اینکه محصولاتی که از آهن استحصال می‌شود هم برای اقتصاد تاجیکستان، هم برای زیاد شدن درآمدی کشور و هم برای پیشرفت صنعت در کشورهای همجوار تاجیکستان یک نقش مهم خواهد داشت. ذخیره‌های معدنی که در اینجا وجود دارند امکان می‌دهند که در آینده حجم استحصالات این کارگاه باز هم زیادتر کرده شود. تدریجاً وقتی که روند گدازش آهن برآمده می‌شود سرکرده از استحصال آرماتور لیستوای پرکات میگن، باز هم کارکرد معدن آهن را عمیق‌تر کردن، نامگوی محصولات را در آینده زیاد کردن ممکن است. Сырьевая база обеспечивает производство на ближайшие 13 лет только с одного участка. Соответственно, есть еще, это центральный участок, соответственно, есть еще участок западный и восточный. То есть в целом это сырьевая база на многие десятки лет. Также в планах компании заниматься изучением потенциала, и в целом обеспечением региона не только
железорудного сырья, а также попутных компонентов. И этот проект имеет большое будущее, как экономический потенциал, так и социальный потенциал региона и страны в целом. طبق نقشه کارکرد و استخراج معدن در سال اول حجم کارهای قبض‌گشایی تا 12 میلیون تن را در بر گرفته. از آن 2.5 میلیون تن استخراج معدن را تشکیل می‌دهد. از این حجم 1.1 میلیون تن کنسنترات آهن با ترکیب 63-68% به دست آورده می شود. بعداً 1.1 میلیون تن کنسنترات آهن دوباره کارکرد شده. از آن آکاتیش استحصال می گردد. در مرحله دوم کارکرد آکاتیش به راه مانده شده. از آن به مقدار 850,000 تن بریکت های آهنین 90% استحصال می گردد. در مرحله نهایی بریکت های آهنین 90% جریان گدازش را گذشته از آن بلومز اینچنین ارماتور در حجم تا 300,000 تن در یک سال استحصال می گردد. کارخانه غنیگردانی معدن آهن کابینت متالورژی تاجیک آغاز کارهای ساختمانی 1 اپریل سال 2025 آغاز بخشیده شده بود. روند کارها در مرحله یکم ساختمانی علاقه قریب 90% اجرا کرده شده است. در مرحله یکم ساختمان در این کارها از طرف شرکت لینسند جمهوری چین و شرکت نتسی جمهوری چین کارهای ساختمانی وصل نصب دستگاه رفته ایستاده است. این دستگاه اساساً برای مرحله یکم ساختمانی ما مرحله یکم کارخانه این برای استحصال آکاتیش یعنی غنیگردانی معدن آهن با 63 تا 68% تشکیل می‌دهد. بغیر از این در مرحله دوم کارخانه با شرکت یکی از شرکت‌های بانفوذترین هندوستان الکتراتم کاربری کرده ایستاده است برای برآوردن محصولات نهایی. در مرحله دوم علاقه کارهای مرحله دوم آغاز بخشیده شده است. کارهای ساختمانیش علاقه در مرحله دوم ما همون محصولاتی که در مرحله یکم آکاتیش استحصال کرده می شود از آن باز غنیگردانی نموده تا 90% تازه می نمایند. ترکیب معدن آهن رو از اونجا بلینس‌های بریکتی استحصال کرده می شود. نقشه گذاشته شده است که در یک سال استخراج معدن آهن از کانها 2.5 میلیون تن به نظر گرفته شده است. از همین 2.5 میلیون تن استخراج معدن 1,000,000 تن ما کنسنترات آهن میگیریم. پس از غنیگردانی آیندهش این کنسنترات آهن 63-68% را تشکیل میدهد. ما باز این کنسنترات آهن را غنیگردانی کرده پس از غنیگردانی ما با 90% محصولات بریکتی آهن میگیریم. سرمایه‌گذار و بنیادکار کارخانه کابینت متالورژی تاجیک بوده به حیث پیمانکار اساسی شرکت نتسی جمهوری مردمی چین جلب شده است. شرکت مذکور برای استحصال کنسنترات، آکاتیش، بلومز و ارماتور مسئول است. دیگر شرکت پیمانکار که در تطبیق لایحه اشتراک دارد این الکتراترم یکی از شرکت‌های بزرگ هندوستان به حساب رفته تکنولوژی به راه ماندن استحصال بریکت‌های آهنین 90% را بر دوش گرفته است. شرکت مذکور در زیاده از 32 دولت جهان فعالیت و همکاری دارد. شرکت لیسن جمهوری مردمی چین در یکجایی با کابینت متالورژی تاجیک پیمانکاری اساسی ساختمان کارخانه ذکر شده محسوب می‌یابند. شرکت SPC استریا همچون شرکت مشورتی جلب گردیده مسئولی به صفت اجرای کارهای ساختمانی، صفت تجهیزات و نظارت کننده کارهای ساختمانی می باشد. غیر از این در همکاری با شرکت نتس در حدود کان ساختمان و به استفاده دادن مرکز برقدهی با اقتدار 90 مگاوات به نقشه گرفته شده است. کارخانه پورا مطابق به طلبات و معیارهای اکولوژی ساخته و به استفاده داده شده. تکنولوژی معاصر در آن استفاده شونده به محیط زیست ضرر نمی‌رساند. مورد به ذکر است که دستگاه، تجهیزات، تکنیک و لوازمات دیگر ساختمانی در تطبیق لایحه استفاده شونده پورا به استانداردهای جهانی جوابگو بوده. در جریان استحصالات تکنولوژی معاصر نوترین استفاده برده می شود. برای تامین فعالیت منتظم کارخانه مهیاسازی اینفراساختور ضروری آغاز شده است. از جمله تا به امروز خط بلند شدت برقی 220 کیلوولت به مسافت 14.3 کیلومتر با زیرایستگاه برقی، خط آب به مسافت 17.5 کیلومتر با 4 استانسیه آبکشی کشیده شده است. همزمان ساختمان و وسیع نمودن راه اساسی ماشینگرد کان معدن آهن شاه قدم از شهرک سیهون به مسافت 20 کیلومتر آغاز گردیده. حالا جهت وسیع نمودن راه کارهای کوهکنی ادامه دارند.
تا به امروز بینای معمولی کارخانه ساخته شده جهت فراهم آوردن شرایط مساعد زیست و فراغت کارمندان و بیناکاران، خوابگاه، آشخانه و دیگر شرایط ضروری کاری آماده کرده شده است. سیاست خردمندانه و دستگیری‌های پیوسته محترم جناب عالی نسبت به صاحبکاران در ناحیه باباجان غفورов یکی از کلانترین کارخانه‌های کارکرد متال بنیاد گردیده ایستاده است. در این کارخانه مذکور برای کارمندان همه شرایط‌ها فراهم آورده شده است. از جمله آشخانه‌ها، خوابگاه‌ها و نقطه‌های دمگیری از این جمله می باشد. حالا در کارخانه کارهای ساختمانی شبانه روزی براه مانده شده. در آن زیاده از 1200 متخصص محلی و خارجی به کار جلب شدند. پس از به کار درآمدن مرحله اول کارخانه 900 و بعد پوره آماده شدن کارخانه، در آن بیش از 1500 جای کار دائمی با معاش خوب مهیا می‌گردد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان یادآور شدند که سال 2025 به تاجیکستان از خارج کشور به مبلغ 600 میلیون دلار ارماتوره وارد کرده شد. اظهار گردید که اکنون ما امکان داریم استحصال ارماتوره و دیگر محصولات آهنی را در داخل کشور براه مانیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سپارش دادند مرحله یکم کارخانه تا سپتامبر سال 2027 به کار درآورده شود. مرحله دوم کارخانه طبق نقشه باید تا سال 2029 به کار درآورده شود. سرور دولت دستور دادند که به ساختمان مرحله دوم کارخانه هم سرعت بخشیده شود تا اینکه آن پیش از مهلت به کار شروع نماید.
امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در شهر سرافشان به بنیاد کارخانه استحصال سمنت و در ناحیه باباجان غفوروف کارخانه آهک به طور فاصلوی آغاز بخشیدند. 9 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در شهر سرافشان به بنیاد کارخانه استحصال سمنت به طور فاصلوی آغاز بخشیدند. در اساس دستور و سفارش‌های راهبر دولت محترم امامعلی رحمان جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک تصمیم گرفته است که در حدود شهر استرافشان ولایت سوخت کارخانه استحصال سمنت را تا سال 2029 ساخته و به استفاده دهد. در رفت به عمل برآوردن کارهای ساختمانی بیش از 1200 ساکن محلی به کار موسمی جلب کرده شده. پس از به استفاده دادن کارخانه زیاده از 850 جای نوی کاری برای ساکنان محلی فراهم آورده می شوند. کارهای لایحه کشی، تأمین، نصب، به استفاده دادن و استحصال تمام تجهیزات طبق شرطنامه بین جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک و شرکت سینام جمهوری مردمی چین راه اندازی خواهد گشت. باید قید نمود که شرکت سینام جمهوری مردمی چین بزرگترین کارپوراسیون دولتی و مهندسی بین المللی می باشد که به هیئت شرکت بزرگی چین نیشنل بیلدینگ ماتریالز گروپ داخل می شود. این چنین شرکت مذکور یکی از تشکیلات‌های پیشبر خدمترسانی جهانی در ساحه تکنولوژی سمنت، تجهیزات و همگرایی سیستم‌های مهندسی، کارخانه بلند تکنولوژی و اینواسیونی چین بوده. از جانب کمیسیون نظارت و اداره کنی دارایی‌های دولتی نزد شورای دولتی شامل برنامه دولتی شده است و برنده جایزه در ساحه صنعت میباشد. با در نظر داشت تکنولوژی معاصر استحصالی و اشیاء خام استفاده شونده، سمنت استحصال نموده کارخانه پورا به طلبات معیار و استانداردهای جهانی مطابق بوده. در روند استحصالات قاعده‌های اکولوژی و بی‌خطری محیط زیست تامین کرده می شوند. اقتدار استحصالی کارخانه سمنت براری در یک سال 1.2 میلیون تن سمنت را تشکیل داده. جریان استحصالات از میده‌کنی تا به بندوبست نتیجه نهایی استحصال محصولات عبارت خواهد گشت. هدف از بنیاد این کارخانه زیاد نمودن استحصال سمنت، تأمین فراوانی و ارزانی این محصولات در ولایت و تأسیس جایهای نوی کاری برای مردم می باشد. بنیاد این کارخانه در شرایط امروزه اهمیت بلند دارد، زیرا در ولایت سوخت چون در همه منطقه های کشور با وسعت زیاد یافتن این کارهای سازندگی و آبادانی و رشد اقتصادی طلبات به سمنت خیلی افزوده است. در دایره تطبیق هدفهای استراتژی دولت در سمت رشد با سرعت صنعت و اجرای دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ولایت سوخت باز یک طرح مهم استحصالی عملی می‌گردد. جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک تصمیم گرفته است که تا سال 2029 در حدود ناحیه باباجان غفوروف در نزدیکی کان آهک سفید سنگ همچنین کارخانه معاصر استحصال آهک را بنیاد و مورد استفاده قرار دهد. طبق لایحه انشاءات نو در میدان 10 هکتار ساخته شده. مبلغ گذاری و راه اندازی آن از جانب خود جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک انجام داده می شود. در دایره همکاری‌های بین المللی، کارهای لایحه کشی، تأمین تجهیزات، نصب و وصل و با استفاده دادن خطای استحصالی طبق شرطنامه با شرکت بانفوذ سینام جمهوری مردمی چین عملی خواهند شد. اقتدار سالانه کارخانه نوی استحصال آهک 200,000 تن را تشکیل می دهد. با استفاده از تکنولوژی های معاصر و اشیای خام بلندصفت، محصولات استحصال شونده به طلبات استانداردهای بین المللی مطابق بوده، امکان استفاده وسیع در ساحه های گوناگون صنعت را فراهم می سازد. همزمان تمام تجهیزات استحصالی مطابق معیارهای جهانی، حفظ محیط زیست و طلبات بی‌خطری استحصالات انتخاب گردیده. در جریان فعالیت کارخانه مسئله‌های کاهش تأثیر اکولوژی و استفاده ثمرناک ذخیره‌ها در مرکز توجه قرار خواهند گرفت.
تطبیق این طرح نه تنها بر رشد اقتدار استحصالی کشور مساعدت می‌کند، بلکه برای بهتر گردیدن سطح شغل اهالی نیز زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در مرحله ساختمان زیاده از 500 ساکن محلی با کارهای موسمی جلب می‌شوند. بعد با فعالیت آغاز کردن کارخانه بیش از 150 جای کار دائمی تأسیس داده خواهد شد. محصولات کارخانه پیش از همه برای تأمین احتیاجات داخلی کمبینت متالورژی تاجیک از جمله در روند استحصال آهن استفاده می گردد. همزمان قسم زیادتی آهک می تواند طلبات دیگر کارخانه‌های صنعتی کشور را قانع ساخته در آینده به بازارهای خارجی نیز صادر کرده شود. مسئولین چنین می شمارند که تطبیق این لایحه مهم صنعتی می تواند در سمت تحکیم اقتدار استحصالی مملکت، رشد صنعت متالورژی، افزایش جایهای نو کاری و گسترش امکانات‌های صادراتی تاجیکستان سهم نظررس گذارد. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفورов با راهبران و فعالان ولایت سوخت و کارمندان ساحه صنعت کشور ملاقات نمودند. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان در رابطه با ساختمان یکی از مهمترین انشاءات صنعتی کشور کارخانه غنیگردانی معدن آهن جمعیت سهامی کمبینت متالورژی تاجیک ابراز داشتند که بنیاد این انشاءات ساختمان تنها یک کارخانه نیست، بلکه آغاز مرحله نو رشد صنعت معدن و گذاشتن زمینه متالورژی ملی تاجیکستان می باشد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با کارمندان شرکت و همه شریکانی که در عملی سازی این لایحه مهم سهم می‌گذارند برای فعالیت صادقانه اشان اظهار سپاس نمودند. سرور دولت متالورژی سیاه را در رشد و پیشرفت ساحه‌های صنعت، ساختمان، نقلیات، انرژتیکا، اینچنین رشد انفراساختار لوجستیکا و بارکشانی مهم ارزیابی نمودند. با اندیشه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این ساحه وابستگی کشور را از آهن و دیگر مصالح ساختمان وارداتی کاهش داده زمینه را برای رشد صادرات نیز مهیا می‌سازد. گفته شد که حکومت کشور از روزهای اول صاحب استقلالی رشد صنعت را همچون یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اقتصادی معین کرده برای استفاده ثمرناک ذخیره‌های ملی و تشکل اقتدارهای استحصالی تدبیرهای ضروری عملی می‌نماید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از همه صاحبکاران و سرمایه‌گذاران دعوت نمودند که از امکانیت‌های فراهم گردیده ثمرناک استفاده برده در تأسیس اقتدارهای نو استحصالی، کارکرد پره اشیای خام وطنی، استحصال محصولات رقابتناک نهایی و گسترش صادرات آنها فعالانه سهم گذارند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفورов با نمایندگان سه شرکت کلانترین متالورژی جمهوری مردمی چین ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری در سمت رشد صنعت متالورژی سیاه، استحصال سمنت، آهک، شیشه و تطبیق تکنولوژی‌های معاصر بررسی شد. تأکید گردید که همکاری با چنین شرکت‌های پیشرفت جهان از جمله کارخانه MMS کپیتال انجینیرینگ و ریسورس این کارپوریشن امکان فراهم می‌آورد که در تاجیکستان استحصال محصولات متالورژی سیاه، سمنت و آهک و شیشه با تکنولوژی‌های معاصر رشد نماید، صادرات محصولات صنعت افزایش یابد، جایهای کاری مهیا گردند و رقابت پذیری صنعت ملی بلند برداشته شود. در واخوری همچنین دیگر مسائل مورد توجه بررسی شد. تماشابینان عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تنصیحات و خانواد باشید.